راست میشه، یعنی پشت صندلی ماشین که نشستین راستش میشه قسمت راست، چپتون هم میشه سمت راننده قسمت چپ که خواستین خرید بکنید. جای پیچی هم که عرض کردم نمیدونم تو ویدیو معلومه، این بغل یه دونه جای پیچ میخوره که همونیه که سپر که سوارش میشه از بغل یه دونه پیچ از رو سپر میخوره رو این جا پیچی. پس این براکت سمت چپمون که بعداً جا میزنیمش. یکی از این پیچ ها مستقیم به پایه چراغ وصل میشه، یعنی چراغ این دوتا رو باز کردین یه دونه همون بغل داره پایین، این سه تا رو که باز کردین چراغ رو نکشین چون دوباره درگیر یه پیچ دیگه است. من جلو پنجره رو باز میکنم، خالش رو قبلا خال پلاستیکی رو در آوردم، اون یکی پیچ رو باز کردم.